همینطور که نشسته بودم و داشتم استریمرهای کالاف و پابجی موبایل رو توی آپارات میدیدم یه فکر شیطانی به ذهنم رسید. کاری که قراره امروز بکنیم اینه که بریم استریمرهای کالاف موبایل رو دونیت کنیم و بگیم ما یه بچه کوچولو داریم که خیلی دوست داره با شما پلی بده و اون بچه کوچولو کسی نیست جز. پس خیلی سریع بریم سراغ پریسا کوچولوی ما. لایک ویدیو یادتون نره و برو بریم سراغش. آقا استریمر اولمون پیکسی گرله. اینقدر خیسه اینقدر همین الان یه لیوان آب ریختن روش نمیدونم چرا، ولی بریم دونیتش کنیم. دونیت خیلی سمه، فقط کاش میاد بتونیم بخونیم. وای نمیتونیم بخونیم. اونایی که موافق آرش دهشتن لایک بذارن. آقا آرش دهشتن همراه با چادر رو بچه ها، همراه با چادر آرش دهشتن. دخترتون اسمش چیه؟ وای نه اسمشو نباید میپرسیدی. اگه میشه یادش توی چت بنویسید من بهش اد بدم بیارمش. آیدی؟ اوکی. بچه ها فهممیر از ما تو چته گفتم آیدی منو براش بنویسه. پیکسی خانم من آمادم. وای بچه ها این وسط بهش چالش دادن. خانومی چرا که دونیت تموم نمیشه؟ بچه ها کد زده، من بلد نیستم کد بزنم. خانم میشه بهم اد بدی؟ کار دست من نیست، ذات من نیست. ما دست به یکی کردیم. خانم قربون ذاتت برم. خودت محمد سگه منو نبرد. بچه ها فکر کنم خانومی کلا منو یادش رفت، ولی توی فرندام دارمش دیگه. من هستم اگه ایمایتم داد میریم باهاش پلی میدیم، ولی فعلا بریم سراغ یه نفر دیگه چون من فکر کنم یه ساعتی منتظر خانومی بودم منو نیاورد. نفر بعدی ما امیر پرشین هست. من فقط فعلا سراغ کسایی میرم که وبکم دارن. بچه‌ها ولی داره رنکاب میکنه، حس نمیکنم من راه بده. دوره تمومه. وای بریم برای نیم ساعت دونیت گیفت دونیت. مرسی برای دونیت داشت خانه میخونم. چون اسمم امیر بود گفت عشقم. با بابایم پریسا بود بچه ها، موقعات پریسا نبود. خب آقا امیر مرسی برای 100,000 تومن دونیت عزیزم. امکانش هست یه مچ با دخترم هم پلی بده؟ خیلی دوستتون دارم. آیدیشم براتون میذارم. لیدل نوب 9 نکنم رنکی دختر دو هم بخورم. اشتیان دارم میتیدل نوبی. چیکار داری میکنی؟ باش بچه ها اسم میکنم میخواد با پس کردنی بیرونم کنه. بچه ها خانومی بهم اینوایت داد. زدی خاله؟ تو شبیه اون دختر یوتیوبر است. بچه ها میگن پریسا خاله من منتظرت بودم تو بدون من رفتی. بزنش خاله تو نزدیش. او میشه تو حرف نزنی فقط خاله حرف بزنه. من حرف نزنم؟ چرا من حرف نزنم؟ دیگه خب خفشید تو عمویی تو من خاله رو دوست دارم. سلام. اسم تو بگو. اسم من پریسا. پریسا؟ خب پریسا شما خودشه. بهت میگم که خودشه. شما چرا ایمان نمیاری؟ بازی نمو حرف زدی. نمو همش داره حرف میزنه. من پریسا دوست ندارم. من تو رو دوست ندارم. بیادم. نه اما دوست داشته باشی. بزنمش. داشته باشی. میزنمش. کوچولوی حسود. بچه ها حسادت بچه هاست دیگه. حالا عیبی نداره باش راه میره. اما یه بار دیگه حرف بزنی یه دونه شوشابه میکنم تو دهنت. شوشابه رو بکن تو لایک میدیم آپاراتیم. خدا زده آپارات. خاله کجا؟ اینجا انمی بزن. خاله فکر نکنم بتونم انمی بزنم. نشسته برم. من کرکس خسته رو بزن. آفرین. من کرکس خسته رو بزن. خاله این که گفت منو کیک نکنی کیک بکن. اسم بابا چیه؟ آخه باباست دورت زد. اسم بابام امیره. خاله مرسی که با من بازی کردی. تو خیلی مهربونی. فکر قطعه به یقین. خاله دوستت دارم ولی من نیوردی یه مچ. آره من میتونم حرف بزنم. خاله میشه این امو رو ساکت کنی؟ همش داره حرف میزنه. خیلی بذار من اینو کیکش کنم.
حالا حرف بزن جیگر. خاله من اسم تو رو نمیدونم. پیکسی. پیسکی؟ پیکسی بوس بهت. دیدی گفتم. دیدی گفتم. پیکسی فقط آپارات هستی؟ آره آپاراتم. آپارات فکر نبود واقعی بود. بوس بهت. بچه‌ها مرسی قربونتون برم. بریم سراغ استریمر بعدیمون. بهم اد فرندم داد ولی من یهو پریدم توی اون یکی استریم. یعنی من انقدر بدشانسم که تا اومدم صحبت بکنم استریمش کلا پوکید و خودشم بازی نکرد. حالا باز منتظر میمونیم ببینیم که میاد یا نه. استریمر بعدی که میخوایم بریم باش پلی بدیم حسین امو هستش که خیلی جلوی دوربینم نشسته تمرکزم کرده. آقا من میترسم دوام کنم اصلا داد بزنه بچه تو اینجا چی میگی؟ خدا میرم وای نکنه دوام کنی بشین. آها دونیت هم اومد. نه بابا بنازم چقدر کم بود گیفت دونیته. آقا همین مرسی 100 تومن داداش چشم ولی بهش مرسی. بچه چرا عصبانی نگاه کرد. خدایی دوام نکنی جان من. آرزوها ما به یه حباب بدم سیبی است آهانه ظلمت بچینم. آقا ولی استریمای آپارات یه لول دیگر خدایی خیلی باحاله. سلام خوش اومدی. یه بار دیگه صحبت بچه‌ها مایک ندین. نه ارشیاده داشت میشه مایک ندی؟ صداش آشنا کلا مایک نده. میشه به پسرا بگی با من حرف نزنم؟ بابام گفته با پسرا نباید حرف بزنی. خب باشه من بهشون میگم صحبت نکنن. میخوای یه دونه بزنش اگه گوش نمیده. نه چتمون چرا اینجوری شده؟ چه وضعیته؟ چند سالته شما؟ من 9 سالمه. بابا چند سالشه؟ بابام 35. بابا دوست داره که برای دونیت زده آوردتت. من گفتم من دوست دارم با این عموها برم بازی کنم. گفت باش. چرا حالا یه دست مگه کال اف پلیر نیستی؟ دونیت زده بشین بازی کن دیگه. نه دیگه گفتم این عمو بازیش خوبه من میرم با این بازی میکنم یاد میگیرم. میگم اسم خودت چیه؟ اسم من پریسا. اسم تو چیه عمو؟ چرا لفت دادی؟ چی شد؟ چرا قطع و بس میشی تو دختر؟ برچی منو میندازی؟ من ننداختم قول لفت دادی. برچی من انداختی بیرون؟ خودت لفت دادی قطع شد صدات. من 2 ساعت دارم حالتو میپرسم میگم کی اسم تو گذاشته میدونی نوب یعنی چی جوابمو نمیدی که. من صداتو نداشتم. ای بابا مگه تو هم بلک پینک گوش میدی؟ بلک پینک؟ دخترها که میگن Are you like that؟ نه این بابا اینا ادیتور برام ردیف میکنه خیلی وقته. من زیاد سر در نمیارم هر چی میدن ما میذاریم سر گیفتونت دیگه. لیتل نوب میدونی اصلا یعنی چی؟ اسم خودت گذاشتی برای خودت؟ نه بابام گذاشت گفت اسم خودته. بابات برات اسم لیتل نوب گذاشته؟ نه اسم من پریساه. من میرم دعواش بکنم. دنیای عجیبی بابا. باز بلک پینک گذاشتی. بریم داخل بازی کنیم که آقا امیر دخترش رو ما سپرده هواشو داشته باشیم. دم گرم. بریم عزیزی. 2 میخوام بخونم. میشه بلک پینک بخونی؟ بابا من خارجی مارزین بلد نیست. میخوام یه دونه بخونم. بهنام بانی رفته رو مخم. برو بریم. بگو کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری. میخوای من برات یه دونه بخونم؟ اول من بخونم بعد تو. بزن یه تیر بزن. بابا این زامبی ها کشته میشی. بزن. خدا تیرم نمیخونه. تیر نمیزنی که. باریکالله باریکالله. من میخونم تو بگو باب اسفنجی. باش. میاد پیشتون با خوشحالی. اسفنجی. عاشق آبه این توپالی. اسفنجی. خیلی فکر نمی‌کردم آخرم اینجوری بشه. سروران عزیزی که بزن خود بزن ماشاءالله. عالی راندو دادیم ولی ارزش داشت. بودو بینم. بذار حالا من یه دونه بخونم. گوش کن. شادمر میخوام بخونم. شاعر میگه که همش غمگین میخونی. خب شاد میخونم باش شادم میخونم ولی این قشنگه خدایی من بچه گوش میکردم. آیه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره نظر از نفس بیفتم توی تنها راه چاره ستاره آی ستاره بی تو شب نوری نداره
ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره. ولی گوش نمیکنی دیگه، گوش نمیکنی. آهنگ خوندم گوش نکردی. بلد نیستم آخه من شاید چی بخونم دیگه که دختر همسایه شبای تابستون آخه میومد روی بوم. تو چرا همش میمیری؟ بعد با من میگی تو آدم بازی بلد مرده ایم کلن. من این بلد نیستم. نوبش بنده این پایین الان میمیری تو هم چرا اینجا شد؟ اینجا اون جنازم اون وره. تاج رو سرمه. ازدمش من که تو بازی تاج رو سرم بذارم. میخواد خود بزن، منو خود چاقو بزن. کنه بیادم. بادو بینم آفرین آفرین. راندو گرفت. بله باری بیشتر. من بهت گفتم من بازیم خیلی خوبه. تو یه دونه بخون بعد باز من یه دونه میخونم. من یه دونه خونده بودم ماشین فقط سمن سره نی 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 نی. میشه صافیاشو بده به من؟ آره اشکان در بیار داداش لباساتو. اشخان بده در بیار سری. ای وای داره سپر شدم منو زد. بیادم استورم جمع میکنه میشناسمش. خیلی بازیش گاده. منم بازیم گاده. که عالی. این یه ذره عالی تره. الیسا گفته بودم من زبونم یه ذره نحسه. برای چی؟ من قصداً تعریف میکنم بچه ها سری میمیرن. منم همینم من ببین یه جوری زد نفهمیدم کجا. اما این یخمکی شد بازم لحظه باز برکی انگار خواهی گذاشتی. لاک. تو چجوری با این سنت این آهنگا رو میشناسی؟ خواننده‌شون کیه؟ من همیشه بابام برام یوتیوب شارتس میذاره میرم ببینم. منم میبینم همش میای بازی میکنی کالا. بابا دمت گرم. خب اگه منو ببینی بیشتر بیا بازی کنی. باشم این یه خالی یا بود اول الان رفتم باش بازی کردم خیلی مهربون بود اونم. مهربون بود؟ بله ولی یه دختری داشت خوشم نیومد. من فقط باید دختر رو خوبی باشم. ها پس تو توی گروه دختر دیگه نباید باشه کنارت نه؟ نه میشه صافیاتو بدی اشخان؟ صوفیاشو نمیتونه بده. حالا فتازی دوست نمیتونم در بیارم. ام دیدی چی زدمش؟ آقا من چه صدام همش باگ میشه اینجا. خب بچه‌ها بریم استریمر بعدی تایتل از رنکاپ توی سرور چیترا. فکر نکنم من اون تو رنکم بکشه ولی خب اوه رندوم برقی اومدیم بچه‌ها. اسمم گذاشتم سوگل. اون زرنگایی که مرسی سوگل بابت 200,000 تومان دونیتتون. نوشته سلام خسته نباشید. میشه مچ بعدی یه مچ باتون پلی بدم؟ فقط تازه نصب کردم آسون پلی بدیم. آیدیم لیتل نوب. اوکی مرسی بابت دونیتتون. چرا که نه شما حمایت کردین ما رومون نمیشه بگیم نه. مرسی. اسمم گذاشتم سوگل. اون زرنگایی که تو چت بقیه بودن نه یا لو بدن یکی میشه سوگل دختره. آقا ریکوستا وایستا بگیر حاجی. پوکو ایکس 6 و این داستانا نخونده. نفر اول سلام. بده شماره 1 وایس چنجر بود. نه من سوگلم. چی؟ اما چک کنم این یارو که دونیت زد اونه. من نندازی بیرونا. ها؟ مهدیه با ایکس مهدی ادمینمونه. خجالت بکش. میشه خودت بپری؟ من بپرم. مقابل ایستگاه یک نفر قرار گرفتیم. اما ایستگاه اتوبوسو میگی؟ ایستگاه اتوبوسو میگی؟ خدای مهدیه. خدای مهدی. اما من خواهر مهدیم. داره اسکلمون میکنه. من خواهرشم. خواهرش چی؟ بله من داشتم بازی تو نگاه میکردم گفتم میشه منم باز. اما دشمن. تو رو خدا. اوه یاجی پشما. عموی خوبی نیستی. انمیایی هم برده. نه الان میام. لطفاً بگوشش. بیا عقب. هم زیادن عمو. گان نداری. تو قوی هستی تو میتونی بزنیشون. من انرژی گرفتم. بله. میرم جلو حداقل یکی دمج کنم بعد میمیرم. میشه یکی برای ریغان؟ من چجوری بیام سپکتتو آمدم. بک ماشاءالله. میشه یه بار دیگه بمیرم اومدی باید همشونو بزنی یا؟ من همه رو میزنم فقط الان نمیتونم. الان
مشغولم. من رفتم قایم بشم. خیلی دمیجه. پدرت هم اسمش. اما مهدی داره میخنده. میگه الان میام همه رو بند میکنم. بیا لوت کن سوگل. بدو. رفتی قایم شدیم اون پشت؟ بله. میترسم یکی منو بزنه. کجاست؟ با چی میخندی؟ من بهت گفتم بازی خوب نیست. بازی خیلی خوبه. باشی به بازی ما میخندی. به مهدی میگم تو بهترین کالاف پلیر دنیایی. تو کی بودی اصلا؟ حیف شدیم به خدا تو ایران. اما این قبل بدخواهاته. نه میان اینجوری میخوامن. اما میگم من اینجوری گذاشتم روی این قبر. بیا بردار. من برداشتم. سوگل بیا این باتا رو بزن. میخوام بازی یادت بدم. بدو بیا. بریم. این بی تربیتی سجاد مورفی نخند. میشه اینو بندازی بیرون. بیا اینا رو بزن. سب کن. هولم نکن. اوی. بنازن. پشمات. بیا بریم. میخوام بهت بازی یاد بدم. خودم بازی بلد نیستم ولی به تو یاد بدم. منو ببین چی سر میخوانم. ایو. ماشاءالله. تو نگو. ببخشید. فقط عمو بگم. بگو رو سقف چی کار میکنی؟ اما یه آدمی دیدم. بیا بزنش. بیا من گرفتم. یقشو گرفتم. بزنش. بیا. زدم. بازیت خوب شد؟ اما چتری داشتم. بد کرده داره میزنه تو دمو. من تیرم تموم شده قبل نزدم. اما این میزنه به من نه من میخوام با عمو برم. کجا میبری بچه رو؟ ندا. کجا میبری بچه رو مورفی؟ کلا این که سفید لباسش. اینو چرا دزدیدی؟ اما این بچه دزده. اما بیادبه میشه من تیر بدی؟ از این تیرا به هم بدم. دونه حاج مرسی. آقا کلاغه به ما تیر نمیدادا. حالا به سوگل تیر دادی آره؟ بله. همه اما اسمای برداشتم میخوام همه رو هدشات کنم. چیت داری؟ آره. 2 دقیقه پیش گفتی من بلد نیستم الان سرور چیتلایی. من چیتلم. من با عمو. مافی میری پایین یا با پا بزنم تو دهنت مافی؟ من با عمو. بیادم. آقا برام ببرید. تربیتی کلام. بادو بینم. بهش بگو بدو لابی. بذار برم پیشش وایسم. بهش بگو بدو لابی. بادو لابی. بادو. بیادم. رفت لابی. خب بیا سوگل اینا رو بزن. من برم یقشو بگیرم تو بزن تو صورتشون. واقعا گرفتی. وایسا. اما سب کن تمرکز کنم. اومد فینیشرتو بگیره. اما چرا تیرام نمیخوره؟ تمرکز کن آقا. اما با خدا نمیخوره. اما تاک. اما من تیر ندارم. تو بزن منو داره میزنه. پرهامه. بالا یکشون هدشات بچه یکشون رو صف بگیرین. اگه سوگل بگی بزن. تو من نجات ندادی. تقصیر کلاغه بود. خب به من چه؟ کلاغ بیادمی. چیکار کرده؟ کلاغ که پر نداره خودش خبر نداره. یه چیزی بهت بگم سوگل. نه ایوه. تا او مهربونه ای بگو. انقدر صدات خاصه که دیگه نمیتونی. اینمو چرا مرد؟ پول ریخت ازش. بریم مچه بعدی کارت دارم سوگل. همه پولا رو جمع کرده بود پیش خودش. کلاغو نیارم؟ اگه قول میده بچه خوبی باشه بیارش. نه لیدر بده به من 2 تایی استارت کنم. خب بذار بیاد کارت منو برداره منو بیاره. آمبولانس بشه. خودم میارم. تو بزن اون آمبولانس بشه. لیدر بده جوین بدم. میخوام یه چیزی بهت بگم. لیدر بده به من. من اومدم اونو بزنم اینو زدم. چای چت میگن بچه نیست. بابا به خدا بچه است. بازیشو نگاه کنید. خب من کوچولوام. آره بابا.
نمیبینی مگه؟ چرا چش ندارید ببینید یه بچه اینقدر بازیش خوبه؟ یه خاله ای بود باد بود خیلی خوشگل بود. کجا رفت؟ آها اسکینش خاله بود؟ آره صافیا بود. بابام گفت برات میخرم ولی نخرید. ایول بابای منم به من خیلی قولا داد ولی نخرید. بله برام آیپد خرید ولی. جدی؟ آره گفت صافیا برات نمیخرم برات آیپد میخرم. مدل چند آیپده؟ 2024. ایول خیلی گرون بود. گفت دیگه نگی ولی وگرنه باید کلیه برات بفروشم. ماشاءالله جامپ لیدرم دست خودت میفته اینقدر دیوایست خوبه و نتت خوبه. نتت چیه؟ من نمیتونم به تو بدم جامپ لیدر رو. یه بار با یکی بازی کردم فارم پریدم فوشم داد گفت چرا پریدی؟ میریم اونجا جرمون میدن. خیلی بیادم. نه ترس. مرسی که اینقدر گوش دادی به حرفم. گفتم بریم اونجا اسکیت داره. آخه خودت مارک کردی. اوه انمی داریم. بزن دیگه تو همه رو بزن. شاتگان بزن. شاتگان؟ من میدونم شاتگانت خوبه. من یه گوشه میشینم. این گوشه میشینی من برم بزنمشون؟ نه تو هم بخوام با هم دیگه بزنیم. هر کی اومد بالا دق میزنیم. ایده خوبیه. از کدوم ور میاد؟ بگو بیا کمک. بیا کمک. این یه دونشون. ماشاءالله. بیا اینو تو بزن. اوه بابا بناز. وقت چشمگیری داشتی به نظر. تو انقدر بازیت خوبه منم بازیم خوب شد. الکی نگو تو خودت بازی خوب بود. صدا پا رو داری؟ بیا این باتر رو بزن. لباس شبیه خودت داری. میخوای بگی من باتم؟ امو خیلی بیادمی. بیا بهت اسکیت بدم آشتی کنیم. سکیت نه اسکیت. آشتی کردی؟ این چجوریه دیگه؟ ایوه ایوه عبدی ایوه به اما چرا با این ساد بنزینش تمام شد؟ آی تو برف میره. همون نتم خراب شد. همون تو از کجا نت میگیری؟ ایرانول میشه با این بریم؟ این ماشینه چیه؟ آره تو برون. میخوای بریم؟ ماشینه چراغاشو خاموش کن برق مصرف میکنم. الان باتریش میخوابه. نمیخوابه عمو ماشین خارجیه برایت که نیست که. این ماشین فقط سمن سره. نی ماشاءالله. یا علی دیدیش؟ خیلی میادم. دهنم رد شد. یه شیلدی بهش زدم. هلیکوپتر دارن امو هلیکوپتر دارن. ماشاءالله. دمت شد. من دارم سعیمو میکنم. چقدر خیارن. یه دونش رفت داخل. اون پشتن. بله. پشت سرمونم صدا پاک. میخوای پرایدمونو برداریم بریم؟ بله فرار برقرار. یکی زدم. اینو خیلی خوب زدی ها. من به حواسم هست داری خوب میزنی. بذار اینو بخورم. خیلی با خودت حال میکنی امو. خیلی امو یه چیزی بهت بگم. بله تو چقدر میخندی؟ خیلی خاصه میدونی؟ میشه هلیکوپتر سوار شی؟ بیا بریم جلو بزنیم تو گوششون. هلیکوپترشون هم بدزدیم. بیا بله داریم میزنیم. پاشوندمش. بنازمش همون. یه شیلدی زد اونجا. کاشتشه. وای کرکه عمو یارو برک شد. میای کمک؟ بله اومدم. I cover you عمو. بنازم عمو 9 سالگی زبانم بلدی؟ بله. اینو میزنم اون یکی بلند میشه. زدمش. عمو مردن. بنازم بناز کسی که ننازد بنازش. بریم هلیکوپتر هدا. اینو دیگه بلدی برونی دیگه؟ آره یعنی بلد نیستی؟ نه. اوه میبینی داره میزنه؟ دارم سعی میکنم.
میخواد ما رو بزنه. من بزنم؟ نه برش کن، گناه داره. گناه داره، بذار بازی کنم. هرکی منو بزنه خره. تو پیاده شو، من چاپر بنزم تو سرشون. اینجوری چاپر رو میندازیم بره براشون. نزد میخوره تو سرشون. ما بریم تو دایره. اول باید این تانکر رو بزنیم وگرنه اذیت اوه آقا حسین سرش درکید. تو زدی؟ 2 تا بودن اما یکی دیگه داره فرار میکنه. آره نه میخواد بگیرتش. ما میتونیم. بله 100%. بیا بریم چرا غیب شد؟ چرا غیب شد؟ بیادم وای امو خیلی زدمش. از این چپ اومد. امو تو میتونی. بذار این بار که فینیشش کنم که دوباره نگیره. هم بزن. ماشالله امو. هورا. دیگه نمیتونم بگیرمت. امو جلو چشمام داری میمیری. نه نمیرم. من روحم با توه. میدونی چرا گفتم صدات خیلی خاصه؟ چون خودم خواستم. منم شاید ولی خب دیگه فکر نمی کنم کسی باشه صداتو نشناسه. اومدی؟ بله. ارگام چجوری؟ چی میزنی عمو؟ بله اما یه عروسکی اینجا هدیه. بچه چند هی دارن اسپم میدن. سپم چیم؟ تا یه چیزی سپم یعنی که یه چند تا هی دارن پشت سر هم میگن. حالا بنی میکنن صداشو. خلاصه که بدون من میشناسمت. منم تو رو میشناسمت. این که آدم اینقدر واقعا توی نقشش خوب فرو بره خیلی خوبه ها. ولی خب صدات خیلی خاصه. تو 2 کلمه برکف بزنی میشناستت. به نظرم یه کاری باید بکنی. اما آدم اصلا گرفتم رو تی رفتم. بیا بزنش. بلا برده نمیه. بزنیش سوگل. این همه آموزش دادم بهت. بزنش. ترکوندمش. باریکالله. اما صدا میشنوی؟ ای بابا چرا اینجوری باگ میشه بچه صدا؟ وی پی ام بزنم درست نمیشه؟ اما این دیگه اعصاب منو خراب کرده. بزنمش. صدام نمیاد همش. گیر میکنه تو راه. اسمت پریسا دیگه درسته؟ اسمم ساگل امو. ساگل. اسمت پریسا دیگه امو. مگه نوشابه دوست نداشتی؟ نه من نوشابه دوست نداشتم. من شوشابه دوست دارم همیشه.